مؤسسه مالی و اعتباری افشار. کم کردی؟ نه ولی نذاشتم کم باشن. خیلیشو مساوی کردم، خیلیش پلاستیک. ببین قلم من چی کار کرده؟ همه مفسد اقتصادی چپوندم تو سوراخ موش. من چی کار کردم؟ این که؟ همون یارو مفسد اقتصادی است. کجاست اینجاست؟ بالا. کو؟ کجا؟ طبقه چندم؟ 1 2 3 4 5 6. کو؟ اونها اون کله اومد بیرون. که؟ کسی؟ چه خبرتونه؟ برید خونه هاتون برید. ببین تا پولو پس نگیریم نمیریم تا پولو پس نگیریم نمیریم چه کاری نکنیم من خودمو بندازم پایین ازم تا پولو پس نگیریم نمیریم تا پولو پس نگیریم. ببین این حتما مشیریه اومده اینجا اسناد از بین ببره. به پلیس زنگ زدی؟ من لازم نبود زنگ بزنم، اینا همشون زنگ زدن به پلیس. برو عقب صحبت نباشه. برو عقب. بابا یور کنه ببخشید آقا خبرنگار ما خبرنگار حق داریم. آقا خبرنگار نداره. آقا خبرنگار دوربین آقا سلام. مهری گیرایی هستم از روزنامه مهتاب. عمده فعالیتم در زمینه مفاسد اقتصادی و مبارزه با اون. الان اومدم که یه گزارش بفرمایید امرتون. آقا وکیل این شرکت هنوز تو ساختمونه. جای نگرانی نیست، همکارامون داخلن، اگه باشه میگه. نه اگه نداره آقا هست، ما عکس داریم ازش. ببینم. بفرمایید.
عکس دیگه هم هست؟ بعید میدونم آقا، برای اینکه طبقه هفتم هشتم بود، هیچ دوربینی هم وضوح دوربین ما رو نداره. بعید میدونم کسی عکس گرفته باشه. آقا من فکر میکنم این مونده که اسناد از بین ببره. چشم امید این مردم به شماست. اگه نجنبین اسناد از بین میبره، هیچ مدرکی نیست. میمونه دستم. آقا برای چی میمونه؟ این ابزار کار منه. من فقط عکسو به شما نشون دادم که شما بدونین وکیل اینجا مونده. مگه من کار بدی کردم که شما دارین ابزار کار من از من میگیرین؟ اصلا حق ندارین این کارو بکنین. این به عنوان مدرک جرم بعد مدرک چه جرمی؟ مگه من مجرمم؟ اون مجرمه. من فقط دارم کمکتون میکنم. بگیر خیلی ممنونم. مرسی. بفرمایید. آقا این مدرک رو نجات بدید. بفرمایید. اسناد اگر نجات ندید این مردم دیگه هیچ مدرکی ندارن بتونن ثابت کنن. پس آقا شما خیال بفرمایید. خیلی خوب. پس ردی. دوربینمو بده. آوردمش. به نام عدالت کف مرتب. این نتیجه مال مردم خوری. این نتیجه اختلاس. میخوام کیف بزنم. وکیل مال مردم خور دستگیر شد. ها رمت کو. رمم نیست. یعنی چی رمت نیست؟ رمت کو. پولیسه برش کن. ما رو که بیگناه گرفتیم، لااقل اون کاغذ سیگی رو بندازیم بره جون مادرتون. هرچی هم بخوایم بهتون میدم، اصلا باهاتون هم همکاری میکنم. باور کنین من بازیچم آقا، سر نخ همه این چیزا دست یکی به اسم افشار. فقط ببین نباید بفهمم من این چیزا رو بهتون گفتم از اون بی‌شرفاست. من همه کثافتکاریاش خبر دارم. این مدارک اگه بریزیم بره، من آمار همه کاراشو بهتون میدم، از اختلاس و دزدی بگیر تا انحرافات اخلاقیش. بگو بگو. چی بگم؟ از انحرافات اخلاقیش بگو. غلط کردم. جون افشار داشتم وقت می‌خریدم خودتو نجات بدی. زر نزن جون خودت. تو اگه میخواستی وقت بخری خفه میشدی، کسی ازت سوال نکرد. آقا من غلط کردم، گوه خوردم. خوبه ولی کیف کردی. من همش الکی میگفتم افشار اسم کوچیکتو که نمیآوردم. 1000 تا افشار هست، کی میدونه منظور من تو بودی. بعدم به جون خودت فکر میکردم ولم کردی. اصلا فکر نمیکردم این همه قشون بکشی بیای به خاطر من بزنی به دل خطر. دمت گرم واقعا. به خاطر تو نبود، به خاطر مدارک بود. آره کار خوبی کردی افشار، ولی قبول کن که تو خودت کار به اینجا کشوندی برادر من. آقا چند دفعه بهت بگم آقا جون، حرف مشیری رو گوش کن. این جمال پرشه حرف زور عالیشه، ولی اینقدر باش بازی کردی تا کارو رسوندی به اینجا. به حساب اونم میرسم. برام کن. نفهمیده با کی طرفه، ولی دمت گرم. بام 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 با 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 بام. خارج از شهر، گاراژ افشار. حوصله رانندگی داری؟ با حالی که امروز دادی افشار یک کاریش میکنم دیگه. تا دوباره درد سر درست نکرده این پسر جمال پرشه رو برداری بیار. آقا.
1 سال و 1 هفته و 1 روز بعد خانه مجردی جمال. نه بیار دیگه وای مثل من. عجب سنگ باشه بیا سنگ کاغذ. داش جمال سلطان این بازیه. سلطان بیا سلطان بیا سلطان کاغذ چی دیر میای سلطان. الان ما هم میخوای ببینی دست منو بعد بیا. ببین داری دبه میکنی. دبه داری میکنی. میخوای گلویا پوچش کنی. خب دبه نکن و درست برو. سنگ کاغذ چی سنگ کاغذ قیچی. جمال نگه دار دست بابا باشه دیگه. سنگ کاغذ قیچی بفرما. ببین داش جمال سلطان این بازی چی بکن نگه دار. این سیخ کجاش قیچیه؟ سیخ مگه سیخ کاغذ قیچیه؟ عزیز من تو قیچی رو اینور نگاه کن. انگار یه انگوشه اینجوریش کن تو انگوشه. ببین داری دبه میکنی حتی تو میگی ولی وقتی باختی مثل مرد از سیبیلات خجالت بشه. آقا من بازی نمیکنم. قبوله باشه. جمال مرگ من این کار نکن خیته بابا. باز شروع بعد شد. این همه سال منو کسی با این وضع ببینه دیگه سرمو نمیتونم بالا نگه دارم. حرف داریم مرد حرف زدیم دارم الانم حرف میزنم. عزیز من ما قرار بود اینجا انبارمون بشه دفترمون بشه شده آشغالدونی هرچی آشغال این اون خف کردی برای چی ما آوردیم من باید این کارو بکنم. چیاق سگدونیه. خب بعدش به فکر من نیستی به فکر خودت با دودو خور ازت طلب داره بدبخت میاد خف میکنه میذازت میاد زندون بیچاره. حبسشو میکشه. حبس مال مرده. بله تو نگران منی. عزیز من حبس تو به چه درد یارو میخوره؟ میاد دم زندون دوباره خفتت میکنه خرخرت رو میجوه. میخوای همینی بشه که تو میخوای باشه من اونو نمیپوشم. آبا هوشگول تو نمیتونی درست راه بری یه قدم ادعا داری. آقا میخوای بریم مطب و باز کنیم مریض ببینیم؟ آخه الدنگ منو تو چه کار دیگه یه دستمون برمیاد. این ته خفگیری مونه بفرما اینجوری کردیم آشغال دونی. تهش باید بریم یه سری آدم بدبخت خفگیری کنیم که دنبال یارانشونن. تو دلت میاد پول اونا رو برداری؟ من که هرچی میگم تو زر خودتو میزنی. لااقل یه لباسی میگرفتی تن کسی نباشه نو باشه. ببخشید دیوید بکام عزیزم رفتم خوشجویی اینو کش رفتم تمیز تازه‌ها رو در آورده بود. لیاقت نداری بابا رفیقی مثل من داشته باشی. ایده رو تو نگاه کن. میری بچه پولا بچه خوشگلا رو خف میکنی پول در میاری. بابا بذار ما هم 4 روز آب خوش گلمون بره پایین دیگه. به کجای دنیا برمیخوره ما هم یه ذره خوش باشیم. جون با چقدر خوب شدی منوش. کاش سیبیلات هم زده بودی. وای نه بابا یعنی میگم این خودم خوشین داشتم سوارت میگم بی‌نظم. جمال بابا بعد یه هم زندگی سطح یک اگه منو کسی ببینه بشناسه میدونی چه بدبختی. برای منی حرفان از کدوم سطح یک مسخره بازی در آوردی. بعدم قربونت برم تو این تریپ ننه باباتم نمیشناسن چه حرفیه. بیا سلام علیکم. بیا اینجا رو نگاه کن. آقا این همسایه از فضول میدونه 2 نفر آدم اینجا هر روز صدامون یه چیزی شنیده گفته سلام همین بیا اینجا. آقا به بدبختی همون فکر کن. به بدهیات فکر کن. به ننه من فکر کن. به آقای خودت فکر کن. قربونت برم. من میخوام سر و سامون بگیرم بابا بچه داشتم پس فردا بچم به تو بگه عمو این چیز زیادی منوچ نیست برای یه جوون با هیجانات من. اینو گرفتم. نه اینو گرفتم بزنی به صورتت. این فقط چشمت معلومه درسته؟ این بفرما بیا الان فقط چشمت معلومه. یه لوندی با چشت بکنی یعنی تموم دل مردا رو بردی. چشتو نازک کن. بیا وای حالم به هم خود. چشت گشادش کن. قربونت برم بلد نیستی. من چشم درید از مردم خشنم همینو میگم لو میریم بابا. مصب دل آدم میریزه عمقشو نگاه میکنه عین قلب مهربونته. چی میگی؟ قربونت برم چشای تو مهربونه. بعدم اصلا اونم میخوای یه عینک آفتابی بهت میدم. عینک آفتابی رو بزن دیگه اونم معلوم نباشه. فقط یه لوندی بکنی تمومه. تمام. دنبال بهونه ای. فقط منوش تا من موتور رو روشن نکردم نیای بیرون ها. یهو برات میدارم میبرم. زر نزن دیگه. بابا بجام دیگه دختر 14 ساله اینقدر ناز نداره که تو ناز داری.
تو به حرف من گوش بده. اگه پشیمون شدی بعدم تو مخوفی ملوس نمیشی. بیا بریم بابا. همش میخوای دنبال یا حضرت عباس. نه اینجا چی کار میکنی؟ اینجا رو کجا پیدا کردی شما؟ برو قربونت. اینجا چی کار میکنی؟ توی محله کی گفت شما بیا؟ نه جلوتون کی گرفته؟ قربونت برم خونه خودتونه. سلام. نه دستتو ببوسم قربونت برم. نه یا درد و مرض واقعا که یعنی چی پا شدی اومدی تو این خونه؟ قربونت برم بالاخره من بدبخت من مادر برای توی گوسال دلم تنگ میشه. به خدا دلم برات اینقدر شده بود. خواستم اینجا رو بچینم بعد بیام دست بوسیت. خب مگه نگفتی من مستقل بشم؟ هر روز میام بهت سر میزنم. پس چی شد؟ نه خب گفتم مستقل شدم. شما اینجا رو نگاه کن. هیچی نچیدیم. بابا من خودم دعوتت میکنم بیا اینجا شاهانه. بذار من اینجا رو بچینم. هیچی نشده. با چی راه افتادی اومدی اینجا؟ مادر جون چیزا جمع کن بریم. چی رو جمع کنم بریم؟ تازه ریختم قربونت برم. میخواستم اینجا رو که چیده عشق کنیم. کی اونجا داره؟ بابا کسی نیست. بیا بابا بیا بیرون دیگه. شما به من اجازه بدید. 1 دقیقه به من اجازه بده. من همه چی رو برای شما تعریف میکنم. خدا شاهده اونجوری که فکر میکنید. بس کن. میگم به جون جمالت اینجوری نیست. خاک خجالت بکش. تو این خونه خالی رو گرفته بودی که این دختر اکبریا رو بیاری اینجا حل کنی. خاک بر سر. بابا این من شیرم و حلالت. شما من اینجوری شناختی؟ یعنی کیه؟ بابا دوستمه. من علی این حرفام علی این کثافت کاریام. بله. تو نمیدونی این دوستای خیابونی به درد نمیخورن؟ نمیدونی زن نمیشن؟ نمیدونی برات مادر بچت نمیشن؟ به خدا نمیبخشمت. منو بگو که نمیدونستم سریقت این اکبری کوتوله است. بابا بدبختش خوبه برای یه زن. بلند بدبخت هوشنگ واسط نشون. اسم اون دختره رو نیار. میگم بذار من توضیح بدم. این اصلا زن نیست بدبخت. نه اون زن نیست. نه یه زن نیست دیگه. بابا شما گوش بده به حرف من. نه بابا در بیا رو اینا که مزخرف دین بوز اخفاش داری منو نگاه میکنی. عملیه انت افتادی دنبال پسر بدبخت من. فردار بفرما. بابا اصلا شما نمیذاری من حرف بزنم. شناختش زنه خوب شده. نه بابا 2 ساعته بهت میگم زود بیا بریم. نه زیاد قش کنه بابا. نه قربونت برم. بذار که من برای توضیح بدم بعد قش کن. نه قربونت برم. چیکار کنی؟ ببین حال کردی نشناخته. فقط دیدی چه جوری حالا شد. بابا کی منو اینجوری سوار من مزاحمم. من قصدم ازدواجه. بشین بریم. بشین. اندازه این که خودمون داریم. رد کن بره. پول ماشینا اینا رو نخوری ها. همشون جیباشون خالیه. ماشین ایر کاندیشن داره. میتونی ماسکو برداری. ماسکو برو دیگه. گو خوردم. چشم. سرت کنن کیا وای مستنجا باشی. خوبی؟ بشینم؟ چی ببینم هر چی داری بریز بیرون. چیزی ندارم. الان موبایل هر چی بده من. نگهدار. کدوم گورستونی بودی تو الان؟ کدوم گورستون بودی تو الان؟ چه توضیحی داری؟ نامه من رسولی. چی حرفی تو این چه غلطی؟
چرا به فرمانی توجه نکردی؟ چرا به فرمانی توجه نکردی؟ من پشت فرمون بودم. من پشت فرمون نخوندم که وایسادم. بعد 2 ساعت وایسادی؟ آقا من که باشه فرقی میکنه قانون رعایت کردم الان 2 ساعت باشه. این درسته؟ یالا برو سمت ماشین. بچسب ماشین. تفتیش بدنی شید. آقا این مرد ها. یالا لباس زن خاک تو سره. بیشو. برادران خسته یالا نباشید. بچسب ماشین. اگه با من دیگه کاری نکنی قبیلش شدم دیگه. برو بچسب ماشین. آقا من چیکار من لباس زن بله. اینه من خورد کسی که به قانون آخ چاقومه. 1 سال بعد زندانی در تهران. زندانی جمال مقوانی مهندس آزاد. جمال آقا یه کنار جمال داشتمنوش نوکرتم. سلامتی همه خوبا. سطح 1 یا دیگه گردانوی تک نفره، تانکای بیدنده عقب بدون باخت و مساویا، صابونو بیار لاتای غیر مجازی، آزادی زندونیا، چشم حسود کورشه، آزادی آقا جمال بورشه. داشتمنوش شرمنده کرده داشت گلیزون رو می‌ریزید بوزان داغونه. چرا واسطه همینجوری کر من نگاه میکنی؟ برو با شما نبودم. حالا هر چی بیا بگی بگردون. یه مرد داره آزاد میشه، پس سفره کرم میچرخونی. نه آقا نه چرخون بچرخونی. بابا پهلوانا خودشون گرفتارن. آقا هر کی این الان تو این شرایط اوضاع شده اصلا راضی عرفه. پس عرفه بچرخون. گلیزون میکنیم برای بچه پایین که دنیا بالا پایینش فرق نداره، ولی بچه پایین با بچه تمام دنیا فرق داره. سلامتی دوست که هرچه میکشیم از اوست، سلامتی هرچی نامرده که اگه نباشن نمیشه مردا رو شناخت. آفرین. سلامتی زغال که با همه روسیاهیش هیچ وقت رنگ عوض نمیکنه. آزادی حمید آشام. آزادی انشالله که میذاره بری پشت دیوارش تا خودتو خراب نکنی. سلامتی 3 کس: سرباز، زندونی، مادر بیکس. 4 کس شد که زندونیش آزاد میکنیم بشن 3 کس. حد که همه جا شد بخش. سلامتی تابلو ورود ممنوع که یه تنه بی عربده کشی یه خیابونو میبنده. به سلامتی کرم خاکی، نه به خاطر کرم بودنش، به خاطر خاکی بودنش. چیه شلوغش کردین؟ این آقا باز دوباره 2 روز دیگه مهمون ماست. مرد حسابی اسارت مال مرده. زندگی شاید نقاشی کشیدن یادمون نداد، ولی اسیر شدن و حبس کشیدن رو یادمون داد. ببن بابا جملات در دیوار دستشویی رو تحویل من نده. بله خب بابا جمعش برو بابا. آقا بفرمایید برو تو بابا. برو داداش با این کرکر نکن. تو گلیزونه رو بگیر بیا. یه داره منو اسکناس نه تراول اسکناس الان توف کف دستت نمیذاره. برو بگیر. بده من میام. بیا. همین من تو خونه هم نمیرسم که وای. زندونی این همه عربده نمیده کرم سفره کردم. همین برو تو یه صلوات بفرستی. برو تو. شرمنده کردیم. آقا جمال بورشه شما خودری میری، ولی اگه داستان دستگیری تا 1000 دفعه دیگه هم بشنوم من بازم سیر نمیشم. شما فکر کنید 40 تا مأمور بره دستگیری 2 نفر اومدن پا کار.
خودم فیلم خوره. اصلا فکر کنم اون یارو که ما پرشش رو دزدیدی وسوده یه جایی. خدا شاید تو یه ثانیه یه چشم هم زدن 40 تا مامور از در و دیوار نمیدونم کجا اینا اومدم. این همه ماشین آخه چرا پرشه؟ یه ماشین ساده خف میکردی. لاتی داشت آدم نباید کم برداره که. خدا شاید 40 تاشون حریفمون نبودن. آخر سر مجبور شدن تیر هوایی بزنن، گاز اشکاور بزنن. آدم اینا به کنار. این میشه یکی میشه کمال پرشه، یکم مثل این داشتم میشه اسقر قلپا. دمت گرم. آدم زورگیری هم میکنه اینجوری مردونه. بله نسبت جمع من شنیدم بیرون بعضی واسه زورگیری زنا رو تومه میکنن. بله توف شرفشون. تازه شنیدم یه سری لباس زنانه میپوشن خودشون میشن تومه. توف تو شرفشون. او دیگه این خیلی کثافته. باید خیلی ذاتت کثیف باشه لباس زنونه بپوشی بری دیگه. اصلا داش من نگید کسر لاتیه، هیچ معلوم نیست، شاید یه علنگی بیرون با سنگ کاغذ قیچی مجبورشون کرده باشین. چه حرفیه میزنید؟ نه آقا خیلی بعیده کسی بتونی مجبور کنی مانتو باشه. باید یه چیزی تو ذاتش باشه. حالا دیگه بس این حرفا خوبیت نداره. پاشید برید باریکلا، پاشید برید بخوابید. جمال پرشم باید بره وسیله هاشم کنه بره. آره بگیرید بخوابید. بفرمایید بفرمایید. تمومه بخوابید. شب بخیر داشته گلم. شب بخیر همه خوبا. شب بخیر بابا. شب بخیر دیگه. چقدر 10 کیلو اسکناس روی هم 100 تومن نمیشه. مسخره کردی خودت. سفره نمیدونم چی سفره چیه؟ اینم هست. خیلی شد. این نگفتم واسه مونتا رو نگو. یارو داره میگه من دارم فضا رو عوض میکنم. میخوای شک کنم بهت مانتو پوشیدی. باش نبینم رفتی بیرون دهن با کردی. دهنتو گل میگیرم. منوش تو چقدر حساسی. مرد حسابی کسی ندیده تو رو. بعدم دیده باشم حالا یه سال پیشه، حالا یه زمانه اینجوری بودی دیگه. همین. بگو مهدی گیرایی با این تهدیدا پا پس نمیکشه. دفتر روزنامه مهدی گیرایی با این الماس تهدیدا پا زهر. پس نمیکشه. بگو مهدی گیرایی اگه از این چیزا میترسید پاشو تو میدون مبارزه با فساد نمیذاشت. میگه مهدی گیرایی اگه از این چیزا میترسید پاشو تو چی نمیذاشت. ببین من اگه از این چیزا میترسیدم پامو تو میدون مبارزه با فساد نمیذاشتم. پاشو تو میدون مبارزه با فساد نمیذاشتی. خب میذاشتی من بگم دیگه. کارم ما رو به کشتن میدی. من میگم یه ذره شل کن. بذار فرصت مبارزه با فساد به بقیه برسه. چه ایرادی داره؟ مگه جوقتایی نگفت مطالب حساسو کار نکنید؟ جوقتایی با من؟ مگه ندیدی چطوری دور من موس میکنه؟ هی میره میاد میخواد جلب توجه کنه. همش دور و بر اتاق من و توئه. بعدم مگه من به خاطر خودم دارم با فساد مبارزه میکنم؟ همین فساد اداری نبود تو با مدرک دکترای ریاضی باید توی مجله در و پیت وای میسادی تایپ میکردی؟ آقای جوقتایی مشرف فرمودین. بالاخره به این بخش مجله هم یه سری زدیم. سلام خانم قربانی، لطفاً کارهای خانم گیرایی رو تحویل بگیرید. بالاخره من سردبیر شدم. بالاخره فهمیدین تنها کسی که میتونه به این مجله زرد در پیت یه سر و سامونی بده منم. دوستان یه چند لحظه اتاق خالی کنین. سیسی جان برو یه دو تا چای بیار ما حرفای مدیریتی بزنیم. صبر کن خانم قربانی، صبر کنید. ببینید خلاصه‌شو بخوام بگم شما اخراجید. لطفاً این برگه رو ببر حسابداری برای تصفیه. خانم جاوید بهتون گفتن. من دیروز بهشون گفتم مردم شوخ طبع به نظرم جذابن. سر شوخی رو وا کردین شیطون شدین. چی میگی خانم؟ چی میگی؟ چند بار باید به خاطر مقاله های شما این روزنامه پلم شه تا راحت چی؟ بابا دادسرا یه شعبه جداگونه مخصوص مجله ما زده فقط. خب مبارزه با فساد هزینه داره دیگه. شما اگه جرأت شاخ به شاخ شدن با مفسدین اقتصادی رو ندارین برای چی اومدین تو این کار؟ اشتباه کردم. هر موقع گفتین چاپ کن برات مدرک میارم و چاپ کردیم شما مدرک نمیارین. یه مورد مدرک نیاورد برام این خانم قربانی شاهده دیگه. تمام مشکلاتش افتاد توی این دوش ما. آقای جوقتایی اعتبار این مجله منم. این برو کنار بشین. این عکس کلی اعتبار و جایزه بین المللی برای این مجله آورده. غیر اینه؟ ولم پاش آقا ولمون کن خانم. تقدیرنامه از چند تا گالری خارجی که لنگ این سوژان به چه درد ما میخوره؟ خواهش میکنم بفرمایید. به درک؟ ها؟ بله. اصلا به فکر 2 نفر برای این بخش باشین، چون سحر جان بدون من هیچ جا نمیمونه. مهری جان ویندوز اینو کی عوض کردی شما؟
بازم خیلی ممنون به خاطر اعتمادی که به من کردین. چی؟ آقای چختایی میشه به خاطر من یه فرصت دیگه بهش بدین؟ خب من نیرو لازم دارم دیگه. این آخرین فرصته ها. این بار میتونی. ولی مدیریت اینجا از این به بعد با خانم قربانیه. چش. سیسی چی گفتی؟ گفتم ویندوز اینو کی عوض کردی؟ نه بعدش گفتم نیرو لازم دارم دیگه. آقای چختایی. بله بله. هیچی. میخواستم دوباره ازتون تشکر کنم. خواهش میکنم خانم. جمال. بله. واقعا داری میری؟ آزاد شدم باید برم دیگه. ناراحتی؟ نامرد ما رو با هم گرفتن، تون لباسو تنهن کردی. تو که کاری نکردی، تو تهش مانتو پوشیدی. خیلی اسمشو نیار دیگه. زودتر از من بعد آزاد میشدی. اگه نزول خود ازت شکایت نمیکرد تو آزاد میشدی. به والله من خوشحال، به والله خوشحال میشدم. جمال. بله. تو باید برام یه کاری بکنی. تو رفاقت من تا ابد حساب کن. هر کاری داشته باشی خودم نوکرتم. به جون جمال رو چشام میذارم. باید بری پیش خواهرم. پیش کی؟ خواهرم. تو من خواهر داری؟ یه پیغام باید برش ببری. نوکرتم هستم. جون بخواه. میگم خدا شاید جون بخواه. من نوکرتم رفیق. ببین هر کاری باشه جون. این عکس خواهرم. عکسشو داری؟ چه سبت چه مسخره بازیت گرفت من دارم میرم. عکس داشته چرا همه تو مانتو میپوشید؟ چه سبت آبا نکن تو رو کار سهشته جانم. خواهرم. یعنی من گاوم فرق برادر خواهر تشخیص دیدم. خوب شده. جمال خواهرمه. آقا مثلا چه شوخی دمه رفتنی زرزر میکنی؟ چه خواهرته تو؟ روش داره. خواهرته که. آره خواهرم. خب جمال. بله. جمال یه پیغام باید براش ببری. بهش میگه که ببین جمال. بله. بری بیرون چشنا پاکی کنی برسم پام برسه بیرون. مرد حسابی تو شنیدی تو زنده آدم شرطش ازدواج میشه آخه با این با خواهر رفیق. من اینقدر کثافتم. اصلا ولش کن. اون خودش اینقدر سفته جواب هیچ مردی نمیده. هیچ مردی جرأت نداره طرفش بره. اصلا چرا باید بره؟ پس این خیلی سفته که مرد حسابی. خب چرا خودت بهش زنگ نمیزنی؟ زنگ میزنم جوابمو نمیده. خجالت میکشه داداشش خلافکاره دیگه. بابا این سفته من بی خودی نرم معذبش کنم. من بهت میگم دیگه این شمارشه. زنگ میزنی میاد جلو نمیاد. تا این نشونی رو بهش نشون ندی جلو نمیاد. بکشیش جلو نمیاد. چقدر سفته. اینو نشونش میدی میاد جلو. خب جمال چی بهش بگم؟ رفیق من دیگه تنها حبس نداره. بهش بگو داشت گفت هرچی پیشته بفروش پول نزول اون طلبکاره رو بده. اصلشو خودم که بیام بیرون حساب میکنم باش. فقط هر کاری کردی رضایت بگیری. من میگم دیگه نمیتونم اینجا بمونم. تو هم که نباشی دیگه داغونه. داشتی آهنگره میزنی بره؟ چشم آقا. معلومه از سینه سوخته های حبس یا چی بذارم براتون لاتیشو پر کنه؟ مکابیز داری؟
خوب آقا. اکابیز نیست که این داشت خش صدای اونو هیچکی نداشت. داشت جلو در یه آرایشگاه نگه می‌داری. آقا تمومه. چی بودی چی شدی؟ چی ساختم واسه؟ مثل ماه شدی. مرد حسابی با من بهت گفتم یه کاری کن ننم نفهم از حبس اومده، حالا یه کاری کردی فکر میکنه از زیارت اومدم. کی گفت ما رو اینقدر مثبت کنی؟ تو اینا رو چیکار کردی همه رو؟ آقا خیلی خوب شدی ها. این الان خوبه؟ تر زدی تو صورت من رفت. واکسن بزنم واسه. آقا آرایشگری که بلد نیستی، شعور داشته باش. اجازه بیا این که واکس نمیشه زد، خاکشو بگی. بپر. چیکار میکنی آقا؟ بابا واکس موتو گفتم، چرا پاتو میذاری رو میز؟ این حرفتو نشینه میگیرم و گفتی میخوایم خلاف نکنیم، نگفتیم میخوایم فول بشیم که هرچه دهنت داری در میاد میگی. بیا برو گم شو بابا، بیا برو گم شو، تو نزدم تو صورته که اومدم محله عزیزم، اومدم این پرنده قفس بعد داشت اسد گل یه ذره بده تمام آویزون. اسد بادم جون نبودم شاخ شدی. بادا بابا دنبال بازید بابا خوشگله. خدایا توبه، حیف من این خونه و این محل رو ول کنم برم پشت میله های زندون. غلط کردم. من خاک این محل رو توبره میکنم میمالم به چشم، سرمه میکنم میمالم هرچی. بیا کنم اینا کیم؟ بیا کنار عمو، بیا کنار. برو کنار خرچی، برو کنار. اینا اینجا چیکار میکنی عمو؟ ها اینجا چیکار میکنی؟ کی گفته بری تو خونه من؟ بیا برو ببینم، بیا برو بیرون ببینم، بیا برو بیرون خانم. اینجا چیکار؟ برو اینجا وای نستا، اینجا هیچی گیرت نمیاد. ما خودمون 8مون گرون نمون. چی داری برای خودت میگی؟ کی به شما اجازه دادی بری تو خونه من؟ اینجا چیکار داری؟ اینجا داریم زندگیمونو میکنیم. زندگی چی میکنی؟ زن اسم اینجا خونه منه. بیا جمع کن کاسکوزت بچه‌تو ببر. بیا تو زنگ نزدم پلیس. صابخونه گفت قبل ما یه آدم دزد ناجوری اینجا زندگی میکرد. پس خودت بودی. صابخونه غلط کرد خانم. شما چرا راستی گفت یه سالی هم بوده کرایه خونه‌شو ندادی. گوه خورد گفت یه بله یه سال شده. چه ربطی داره؟ پول پیشم دستش بوده. پول پیشم گذاشت جای پول کرایه خونه که نداده بودی. یعنی چی؟ وسایلم اینجا بوده خانم، من اینجا زندگی میکردم. وسایلم فروخت جا بقیه کرایه خونه. یه سری خرت پرت اینجا بود، من جمع کردم گذاشتم تو انباری. یعنی چی گذاشتم تو انباری؟ بابا میگم تو اون وسایل مدارک من بوده، زندگی بوده، من اینجا خاطره دارم. دیگه من بقیهش خبر ندارم. خودشم رفته کانادا. میخوای شوهرمو صدا کنم با خودش صحبت کن. چنگی نمیخواد صداش کنم، مدارک نمیده. خوب شد الان؟ حالا خوبه؟ بیا اینجا ببینم بچه، بیا اینجا، برو تو. یه دقیقه اینجا صبر کن. مدارک ها بیا بابا. از کی میترسونی منو؟ بگو چنگیز بیا. پدر و مادر دست شما در مسائله دیگه اینجا پیدات نشه. این کار قشنگه الان. حیف که زنی خدا شاهده اگه از همون اول آقات میومد چنگیز با شرکی میخواد جای کله تو صورتش اگه نمیزدم. خوش همون زندون بودم یه غذایی لااقل میخورد. اینا کی خراب کرده؟ بگو چنگیز بیاد. نه خانم ببخشید بابا، شما راحت باشید، شما مقصر نیستی، اون بیشرف این کارو کرده. ایشالا به خوشی بشینید توش. هر روز تو اومدی بچه هاتون رو بگیری. خدایا خودت نمیخوای من سر به راه بشم، ولی اشکال نداره. کمال تو زیاد خوردی زمین، با همین دوباره زندگیمو میسازم. ببین که با همینا دوباره زندگیمو، چجوری من با اینا زندگیمو دوباره بسازم آخه؟ خودت خدای منو میذاری تو یه راهی که خودم نمیخوام. ببین چنگیز میخواد باشه، تیمور لنگ باشه. وجود داری باید سلام اومدم.
خانه ژیلا مادر جمال. داش با کی کار داری؟ سیلام نریم اینجا. منزل ژیلا خانومه؟ روی اعلامیه هم اسم زنه نمیزنن ژیلا خانم بنایی. بله از طرف مسابقات تلفنی جوایزشون آوردن. ننه من برده؟ بله برنده مسابقه شده. مسابقه گام به گام، 2 در 2، 3 در 3، قاطی پاتی. انقدر بقیه بدبخت کنن ننه من همه رو اول شده. مادر شما مرد مسابقات سرسخته. ما خودم وقتی که تنها عضو فعال بدن 3 حرفی و بدون مکس جواب دادم طرفدارش رفتم. خیلی خود طرفدار نمیخواد ننه من. عضو صرفی بدن ننم چی گفت فعالو؟ مغز دیگه. فارسیش چی میشه؟ مغز بابا مغز. مغز چی میگه؟ فارسیش چی میشه؟ مغز بابا مغز. مغز. من فکرم قلبه. نه آقا نه، بیا جوایز تو بهت بدم. بیا این مسابقات گام به گام. این همه صدا سیما مسابقه در برنامه دیگه نره. بیا اینا رو بگیر. این مسابقه گام به گامشه. این مسابقه بده برای من چه فرقی میکنه؟ چیه مهم بردنه. یا الله یا الله. الله اکبر. قربون خونت برم ننه. قربونت برم ننه. یا الله جمالت اومده. جمال قبل مردا. جمال سر به سنگ قردت اومده. خاک تو سر جمال. اینجوری میخواستی به وصیت آقا جونت عمل کنی؟ اینجوری میخواستی هوای این پیرزن رو داشته باشی؟ دق نکرده باشه تا الان من شانس آوردم. بدون من چی کشیدی ننه تو؟ نه مونسی نه همدمی. غلط کردم. اومدم دیگه نوکری تو بکنم. خدا اومدم نوکری تو بکنم ننه. یا حضرت عباس چه موقعی منو آوردی؟ پیرزن دق کرده همسایه اومد. یا حضرت عباس دست به جنازه کسی نزنه. بگو لا اله الا الله. لا اله یا الله. مادر جون نوکرتم ننه. من قربونت برم. قابل شما رو نداره. یا الله یا الله. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. بفرمایید تو رو خدا. بفرمایید. بله. خدا حفظشون کنه. کوچیک شما. شما که زندگی نمیکنن. خیر خونه سازمانی داره. اومده به مادرش سر بزنه. بله من اومدم به ننه سر بزنم. تو رو خدا بفرمایید. حالا خونه سازمانی چه خودش دوستانو معرفی نکردی؟ خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. بله فرق که نمیکنه. در اصلا مهمون نبی بخور. این آخریه رو من متوجه نشدم چی؟ اومدن محترمانه خواستگاری. خواستگاریه؟ مثلا کی؟ خب معلوم مادر چون من تو که نمیدونی یه زن تنها تو این جامعه که این همه گرگ هست، یه بیوهی که بر و رو هم داره چطوری باید تنهایی سر کنه؟ تو اصلا نمیتونی اینو درک کنی. الان من یه لحظه اجازه بدش. یعنی اومدن خواستگاری شما خب این همه بعد آقا جون تحمل کردی، وای نستادی من خاک بستر از این مأموریت کوفتی بیام. بابا از من خجالت نکشیدی؟ از گیس سفید خودت خجالت میکشیدی؟ از اون خجالت نکشیدی؟ از عکس آقا جون خجالت عکس آقا جون کو؟ عکس آقا جون کجاست؟ این آقا کیه؟ شما مگه 2 بار ازدواج کردین؟ پدرتون در جریان هستن دخترم؟ بله من در جریانم. بفرمایید بشین. یه لحظه گیج شدم. یه لحظه ببخشید. یعنی چی؟ یعنی شما من رفتم مأموریت با این یارو مرتیکه عروسی کردی؟ بعد عکسشو برای چی زدی اینجا؟ چرا باید در مورد مادرت اینقدر بد فکر کنی؟ تو فکر می‌کنی من عکس یه غریبه نامحرم رو تو خونمون میزنم؟ ایشون اومدن خواستگاری بنده ازدواج کردیم، بعدم بنده خدا 6 ماه عمرش بیشتر به دنیا نبود. و باید چی کار میکردم پس؟ شما نباید به من که پسرتم میگفتی. بینی و بین الله نباید به من میگفتی. به خدا فرصتش پیش نیومد. خب پیش نیومد چون یه بار سر به من نزدی تو زندون، یه بار ملاقات پسرت نیومدی ببینی مرده زنده است. بابا دوباره تلفن منو جواب ندادی. من باید ببینم ملاقات تو زندان؟ تویی که اینقدر خرابکار و پر از درد سر بودی؟ پسر شما زندان بود؟ بله خانم زندان بوده پسرش به جرم قتل یه خواستگار دیگه. بیا برو بیرون. بیا برو خودتو به معصومیت نزن. بیا برو بیرون. همسر جد منه. برو بیرون.
بیا برو گاچه نخر برو گاچه ببینم آبروی منو بردی خدا خواهی کار سر من کنن هرتی که گیزه کچل این آمدونم من از تنهایی در بیارم خیلی بی قربونت آبرو برم هستی مگه من مردم که این کلغوز بیاد مونس تو بشه بابا به والله اومدم بمونم به والله اومدم پول بار خستگیامو باهات قسمت کنم برو گورتو گم کن دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم پرت میکنی منو بله پرتت میکنم خدا از سرت نگذره تو الان اگر این مسابقات نبود من چجوری میخواستم زندگی کنم با این بیپولی اگه چوس مسقالی اونا به من نمیدادن چجوری زندگی من میگذشت به من بگو به قول این روانشناسه اومدی سرک کشیدی توی حریم خصوصی من هشتگ من مادر رو قضاوت نکن بیشور گفت تو اون صفحه‌ای که تو میری تو این فضای مجازی نگاه میکنی جمله‌هاشو باره من میکنی پسرتم حریم خصوصی کجا بود همسایه‌ها میبینن بابا تو مگه عاطفه مادری نداری؟ من عاطفه مادری ندارم؟ خاک بر سرت من که نذاشتم یک خش روی تنت بیفته مثل دست گل بزرگت کردم تمام این مدت چشمم به این در بود که تو یه گوساله بیای به من بگی مادر من گوساله الان اومدم مادر گو خوردی بی موقع اومدی این بدبخت ها همشون اومده بودن منو از تنهایی در بیارن مونسم باشم ولی تو خراب کردی آبرومو بردی خدا از سرت نگذره شیرم حلالت نمیکنم مگه من بی غیرتم من کیم که بیان ننه منو تو این سن و سال بردارم ببرن بابا به فکر خودت تو این سن نیستی به فکر مای بدبخت باش ببین خودت منو بزرگ کردی ننه منو میشناسی من لاتم من آن گلبرگ مغرورم که هیچ گویی هم نیستی بله خودم هستم ژیلا پناهی من عمودی دور انتخاب میکنم دستتون درد نکنه ابد این کارو با پسرت کنی بشیمون میشی مادر و بچه بعد رفتار میکنه بشیمون میشه به جایی گفتم شکلک در آورده شبیه سوگلی های ناصرالدین شانس ما رو تو رو حضرت عباس همه رفیقاشون خواهر دارن رفیق ما هم خواهر دارن چیه آخی؟ آبجی سلام کن من آقا جمالم رفیق داشمنوچتون بله هممندش بودم تو زندون یه پیغام برای شما داره بله فقط ببینم شما رو من امروز هم میتونم یه بتونی ساعت 4 تشریف بیاریم نوکر شما تخت طاووس سرش یه دونه پیتزا فروشی ایتالیاییه بلدین اونجا آره تو کوچه با شیش فلافلیه ساعت 4 اونجا خوبه داشت پذیرایی نمیدونم آزاد سرویس سلفی این بود مسخره کردی مردمو خیارشون نری که نه فلافل پر کردی که جایی برای خیارشور گوجه نداری تو قصه نخو تو پولتو بگی اینا یه نون اضافه برمیدارم اینا رو میزنم لاش بعدم داشت الان یه دو خط توپله میاد منو رو خاص بگو غذا نداریم و تموم شده اگرم خواستی بهش غذا بدی با خودش حساب کن فکر نکن بغل من نشسته محمد پولی شده و همینم از زور دادم بله چطور رو 700 گرفته خدا آب میریزن تو این ساسا دیگه آقا جمال بله من مژگانم خواهر منوچ بگو بیاد خودش اشکال نداره بالاخره هر کی عکسشو دارم دست شما چیکار میکنه؟ عکسشو دارم که ببینم بشناسم دیگه خانم اومدی میگی من مژگانم خواهر منوچه کردیم خری قدیمیه خودم چقدر قدیمیه این؟ تقریبا 1-2 سال پیشه که خودم رسیدم رژیمو خانم این کار 20 سال میگم یعنی ترکوندی
حالا دیگه رژیمو بی خیال شین، غذایی پس با هم بخورید باشه. پسر اون غذا رو بعدا بیا خانم گشتشه. غذا تموم شده. غلط زنگ میزنم اماکنم میگم غذا رو بعدا بیا. مگه ساعت چند غذا تموم شده؟ شما اینو بگی. بفهمید دیگه تعارف نکنید. ناقابله. میگم معنیش نگفته بود همچین رفیق باحالی داره. من تازه روم ما نشده نمک اصلا من ریخت و پاش میکنم. منوش پاره میشد. از خنده پاره میشد. بفهمید بخورید تو رو خود. میگم چرب و چی با من رژیمم. نه بابا همش پروتئین و باده. بخورید تو رو خدا بابا. راحت امروز دیگه ول کنین رژیم. بله. تموم شد. دندارم از سیدا رژیم گرفتی. نه میگم این نوش جونتون. بفرمایید تو رو خدا. بفرمایید. آقا منوش گفت سفتین. گفت اینو نشون بدین شاید با تو حرف بزنین. این بفرمایید. بمیرم برای داداشم. ولی پیغامش چی بود؟ اصلش گفت اگه میشه یه مقدار پول این طرفکاره رو بدید. وقت خودش که اومد بیرون از 3 پولو میره. دردش بخوری تو سرم. نگو بعد کجا بیاری؟ گو 8 تومنی که پیشتون گذاشته رو اون گفت نگذاشته؟ برام یه سال تو حبس بوده بابا. یه چنده قاز دیگه به جای نمیرسه. من و بابای علیلم چیکار میکردیم؟ تا تمشم یه ذره به خودم رسیدم میگم. اون که حلالمون باشه. حلالتون باشه. موتور تو بپوشید. نه موتور میخواد چیکار؟ موتور هم نداشت؟ چرا بابا این 8 تومنه خیلی زود تموم شد. گرونیه. من یه خودم به پیسی اوراقش کردم فروختم. اگزوزش مونده به پرتون میاد؟ نه دیگه اونم بذاری خودش اومد بیرون اصلا دستش بشه دیگه. دیگه بعد این زمینم که ارث پدرتون بوده که دیگه تکلیفش معلومه. درسته؟ که زن آخریه رو بابام که طلاق داد مهرش بود دیگه برد. نه آخرم علیل نبود مگه بنده خدا؟ دستش هریه. دستشه. دستشه. چیزی نیست که. خیلی خوب. بخوریم بیارش کن. معنوش هم بمونه اون تو فعلا دیگه. دیگه ما همه تلاشمون کردیم نمیشه دیگه. شماره یارو من خودم آدرسش پیدا کنم برم التماسش کنم. میگم شماره یارو رو بدیم من برم التماسش کنم. بهش میگم داداش منو آزاد. گریه کنین به جان خودم با سر میرم توی شیشه. گریه نکنم من مرده باشم رفیقم خواهرت بره التماس گردن کنم. خدا تا این گردنت میسپرم. میگم خدا تا این گردنت میسپرم بعد که نوزو خدا. من میذارم شما برید. برید التماس کنین. من مردم اون موقع. حالا من یه خواهش از شما بکنم. جان منو شما خودتون این ماجرا بکشید. جمال راه و روش خودشون داره. نمایشگاه خودرو جابر. آقا بذار من دستشو ببوسم. دستتو میبوسم. دست بدم میاد. کجا تو ببوسم؟ نه یعنی میگم پات رو ببوسم. قربونت برم. بذار این رفیق من بیاد بیرون. جوونه کار میکنه پول شما رو من خودم ضامنش میشم. آقا ساکت شو. من اینجا اصلا این حرفا حالیم نیست. فهمیدی یا نه؟ بله. من فقط تنها چیزی که میتونه این پسری الدن کنه نجات بده از یک چیزی. اون چیه؟ بله اونو آقا بگی. من رضایت میدم بیاش. دم شما گرم. فرعو بیاد بذاره مثل بچه آدم رو میز. فرشو بذاره رو میز حله. آره. اصلشو بعدن کار کنه بده. نه ما اسبیم که اصلشو نگیریم. نه دوره از جون. یعنی پس اصل و فر رو با هم بذاره. بله بعد هر دو تا رو بذاره. چرا میگه اول فرشو بذاره با هم بذاره دیگه. آقا جان من اصلا مثل که تو این حرفات نه من میفهمم چی میگی شما. نه نوکرتم. بچه یتیما دم در حلشو. بچه یتیمم بخوری کار بچه یتیمم را بندازی که قرونت برم که بذار حرفمون تموم.
نه شما رو نمیگم. نه نوکرتم شما رو کی نمیگم. خورده؟ من گو خوردم. کی خورده نزولا شما رو؟ رو میگم مثلا بعضی هستن اصلا رفته نزول خورده کار من. شما که تاج سری انقدر من تعریف شما رو شدم. منوش خدا شده همه ذکر غیر شما رو. بلندشم به چسبم بهت. آقا میگم مثلا منظورم شما نبوده چه گیری. عزیز من جانم آقا. من 100 تومن به این آقا پول دادم یا ندادم؟ بله به این علن که 100 تومن دادی. آره نکنم خودم. بله. من 100 تومن دادم. 100 تومن. الان شده 150 تومن. آروم بگو. داری سر من داد میزنی قربونت برم. من برای رفیقم اومدم اینجوری برای من داد نزن. الان شده 150. خب فردا میشه 200. فردا میشه 200. خب بعد چی میشه؟ اینا رو ولش کن. اونم نگرفت. مرد حسابی دارم باهات با زبون خوش صحبت میکنم هی داری حرف خودتو میزنی. ببین یه صنوبر الکی جلو تبر زانو نمیزنه. حلش کن. هی من هیچی نمیگم. مواظب عصبانیتت باش. چه هیکلی. خیلی الان حلش کن. آقا هی اینو برمیداری برای من. حلش کن. میدونی من کجا اومدم؟ میدونی کدوم بند بودم؟ رحمت بابا؟ رحمت بابا رحمت هر کی میخواد باشه حل شه من برم بیرون. تمام. رحمت جان بیا تا این حلش کنی عزیزم. خب زانو نمیزدی شما؟ چرا هر از گاهی صنوبر شله تبر زانو میزد. اصلا خوراکش زانو شله تبر. رحمت بابا فقط با زانو داشتم مثال میزنم. میگم به طور مثال صنوبر زانو ده. رحمت بابا من داشتم برای بابا مثال میزنم. مثلا یعنی میگم فقط با زانو چش سر زانو زن. چش آقا جمال بله وزارت صلوات نصب کردم درگیر نشید. درگیر با این علیولا خانم چه حرفیه شما میزنید؟ تو سطح من نیستن. چقدر خدا رو شکر کردم شما تو نبودی. تصویر من جلوی شما خراب نشد چون مجبور شدم یه سری الفاظ رکیک به کار ببرم که لیاقتش بود ولی تو شأن شما نبود. یه عربده کشیدم خدا شده میز یارو تکون خورد. همه کپ کردن. صدا نیومد اصلا. صدا نیومد. نه خب این اصلا شیشه‌های سجداره است دیگه. صدا رو تو خودش خفه میکنه. بله جا کفش انقدی پشت لباستونه. پشت من؟ آره. یه یارو داشت رو صندلی لامپ بس می‌کرد. من نشستم رو صندلی احتمالاً جاپای اونه. بعدم دلم برای سوخت بابا اینم بیچاره است. من شناخت گفت داشتم خدا شده ما این پول از شما میگیریم قرض میدیم به یه بدبخت دیگه. بابا مردم بدبختم. من دلم غلط کرده نزول میده. خانم بیا اینجا. شما با من اومدی که نباید شما بری. بعدم منوچ خودش رفته نزول گرفته. کسی که مجبورش نکرده غیر اینه. خدا پدرتو بیامرزه. ما باید یه فکر اساسی بکنیم. خب بکنین الان فکر اساسی. فکر اساسی که هر دفعه که نمیشه. من الان فکرم قفله. من باید برم استراحت کنم فلش بشم. فردا صبح خدا شده با یه فکر اساسی من خدمت شما. ببخشید نه من نوکر شما. نگین تو رو خدایا. برین الان خونتون رو اجاره دادن میگین. اون رو که صابخونه پیش شرف داد رفت. مهم نیست. آسمون سقف منه خانم. مهمون سرایی هتلی. آفرین میرم یه هتل چند ستاره خیالی نیست که. مدارک ندارم. پارک میخوابم. بابا نمیشه که آقا جمع. خونه شما نمیام بابا از این شما. نه بابا میگم یه نفر میشناسم میتونه براتون مدرک جور کنه. المثنا؟ نه اون که خیلی طول میکشه. جعلی؟ بله. خانم اجازه بدید من دیگه دور و بر خلاف نیام. منو ببخشید. میرم همون پارک میخوابم. پس هر جوری که میدونیم. نه سخته. جعلی بده یعنی سفید میده مدارکو بهم. 0 چی دیگه از من کارمند میشم ان شاءالله. بریم مشمول نشم یهو. کثافت. دفتر جعل اسناد بکتاش خرابه است. بفرمایید شما جلوتر. شما جواهر برای چی میشناسی؟ وصیتش بابای ما اهل دوندگی نیست. همچین مدرک که گم میکنه دیگه نمیره دنبال المثنا. جعلیشو ردیف میکنیم. آره دیگه. اینجا؟ بله بفرمایید. اینه. دیگه گفتم. تو بریم خواهی بایستم. با هم بریم بفرمایید. مدرک دکترای فلسفه در دانشگاه کمبریج پروفسور اشلی پور هم برات امضاش کرده. یک ترمم دانشگاه لیورپول مهمان بودی اونجا. آقا آخه من زبونم خیلی خوب نیست. اصلا فلسفه زبان نمیخواد که نگاه بدنت فقط. خب نگاه بدنم تو دیگه. آقا بکتاش. سلام علیکم مژگانم. دختر آقا فریدون. مشتری آوردم واسه جعل مدرک اگه بشه که. خیلی خوب بشین دیگه. درست شد. بچرخ سمت من. موافقت خیلی نامرتب. با فتوشاپ درستش میکنم.
بلوزم هم راه فتوشاپ آداس نجا فتوشاپ با فتوشاپ دهنه باز که نمیتونم درست کنم که حاضری؟ بله 3 2 1 چیه مورا؟ بیا همه این مهرای انتخابات از 18 سال پیش تا الان هر انتخاباتی بوده مهرش فراز زده. دمت گرم. کجا رو داره فکر جمال پرشه کیه مرد حسابی؟ پرشه لقبمه، بچه‌ها بهم میگن جمال پرشه. بچه‌ها زای جمال پرشه فامیلی من ممقانیه. همون جمال پرشه خوبه دیگه، هی تکرار کن میگو جمال پرشه تو دهن میگم ممقانیه فامیلی. ممقانیه لولو برد. به این فامیلای معمولی دهد سرسازن. هر جا بری یه دونه فامیل یا همشهری پیدا میکنی تا تعطوی 7 جد آبادتو در نیاره بالکلت نیست که درد سر میشه دیگه. جمال پرشه جمال دنبال دردسرتون چه عجب حرفی زدی تو بابا. خب بیا این کارت ملی، اینم پاسپورت، اینا شد یه پک. حالا یه پک دارم، کارت ملی، کارت پایان خدمت، فوق لیسانس. اینو تا آخر این ماه 30% زیر قیمت می‌کنم. ایول من به مشتری اعلام می‌کنم. چشم دست در. یعنی الان جمال پرشه. جمال پرشه. یا؟ جمال پرشه. آقا بکتاشین چک پولا واقعیه؟ از واقعیش هم بهتره. اینا حتی زیر دستگاه هم قابل تشخیص نیست. مرگه ها؟ مرگ تو. ببین اینا تنها راه تشخیصش اینه که آتیشش بزنی. به خاطر جوهرش سبز میسوزه. کی حاضر طلا بره چکشو بسوزونه برای که اینه واقعی یا واقعی نیست؟ هر باید باشه. این 100 میلیون چقدر میشه؟ 100 میلیونش که خیلی زیاد میشه ولی به خاطر شما 30 تومن. خدا هر همان راه مینه. گوشتو بیار. میگم توی 30 تومن بدین 100 تومن از اینا بگیرین دشمنو چم آزاد کنیم از زندان. ای بابا چرا به فکر خودم نرسی؟ بده بهش بگیری. بده دمت گرم 30 داری بهش بدی؟ باش حرف بزنم 20 بهش بده. آقا تو 10 بده من میگیرم از آقا تو خدافظ. خدا نگهدار. آخه چه حرفیه میده آقا جمال پرشه. جمال پرشه. جمال پرشه. او دمش دمی عجب جونوری بود. همه انتخابات هم شرکت کردم. یه زندگی جدید. دم شما گرم. خواهش میکنم. میگم کاش تا اینجا اومده بودیم یه شد یه شناسنامه واسه آقامون میگرفتیم. ها مگه اومدیم نونوایی یه نون اضافه برای آقا جون شما نه آخه بابای ما هر وقت زن میگیره یه شناسنامه جدید میگیره. میگه راجع به زن قبلی پرسیدم مجبور نشیم زن جدید دروغ بگیم. راستم میگه. باز دمش که حداقل دروغ نمیگه آقا جون شما. اگه اجازه بدید من برم دیگه شب استراحت کنم. فردا به هدف مشترکمون بیشتر فکر کنم. آقا جمال شما سری میری سر اصل مطلب. اون بار اول هم دیگه دیدیم. البته خدا همه جوونا رو حاجت روا کن. پول داشمنو چو میگم. داداشم. آره داداش. اصلا از فکرش یه لحظه هم بیرون نمیره. آره فهمیدم. بسیار خوب. بفرمایید شما. بفرمایید آقا جون سلام برسون. کجا میری؟ من دیگه الان مدرک دارم میرم یه تاکسی میگیرم هتلی مهمونسرای هر جا حال کردم میمونم. آسمون سقف منه. بابا بخوام با هم بریم؟ نه خونه شما نمیام. بابا خونه ما که نمیتونیم بریم. من میگم هتل میخوایم بریم با هم بریم پیدا کنیم. نه دیگه چه کاریه با هم بریم دیگه خودم میام. میخوای من با شما بیام؟ میرسونم تو من. برای من خدا شادی میام. نوکر شما بفهم سلام برسون. یا علی. معلومه داری چه غلطی میکنی که جواب نمیدی؟ امشب مهمونی مشفقیه چه ساعتی بیام دنباله؟ میشا راستیتش من امشب تو مودش نیستم. یه شب دیگه هماهنگ میکنی. فردا خیلی کار دارم گرفتارم. دمت گرما. باقی خارج از شهر مهمانی افشار. مطمئنی مهری میخوای این کار بکنی؟ معلومه. کلی گله گنده هاشون اینجا. میخوام عکس بگیرم کلی تصویر جمع کنم مدرک جمع کنم. اینا دور بزن. برای چی؟ اینا رو نگاه کن. دور بزن. اینجا من رئیسم. هر کاری من میگم همون کارو میکنیم. نجید بدی. اصلا من ریاست و مقام مرتبه مهم نیست. من
مبارزه برام مهمه. بعدش اگه خبر بره بالا این ببینیم تو میترکی تو گنده میشی تو میری بالا. مری با یه حساب سرانگشتی و با توجه به شکل ماشینا شانس عبور ما خیلی کمه. بشین آقا حساب کتاب من خیلی راحت. شما مثل ما همه دختر رفتن تو ما هم میریم. آقا سلام. وای ما ماشینمون خراب شد، ماشین مجبور شدیم بذاریم با این بیایم مثلا یه وضعی. کارت دعوت. کارت؟ عروسیه کی با کی؟ کارت. ای بابا باز کارتو نیاوردی. تو چرا اینطوری میکنی؟ آقا این خواهر من دیوونه کردن انقدر چیتون فیتون میکنه همه چی یادش میره، کارتو جا میذاره همه چی یادش میره. نمیشه خانم بفرمایید. آقا بذار بریم تو. با مهمانسرای سبا، محل کار جعفر. دیگه بابا برای چند شب میخوای؟ تا وقتی پول جور کنم بتونم یه جا رو اجاره کنم آج آقا. یه دست بزن پشته. یه دست بزن ببین. دارم دست میزنم دیگه. اهل کثافت کاری که نیستی. نه بابا مثلا چه مدل کثافت کاری آج آقا؟ پس هستی فقط مدلش فرق میکنه. برو ببینم بابا جون اینجا جای کثافت کاری نیست. همینجوری اومدم یه شوخی با شما بکنم. کثافت اصلا به من میخوره اهل کثافت کاری باشه. اولش همه همینو میگن. اهل مواد چی؟ اهل مواد هم قیافه من میخوره اصلا اهل مواد باشم. نه اهل کثافت کاری هم نه اهل موادم. ببین اگه الان بگی جرمت خیلی کمتره تا موقعی که بیام بالا سرت داری مصرف میکنی مچت بگیرم. آج آقا چه حرفیه شما داری میزنی؟ من میگم خدا شاهده نه اهل موادم نه اهل کثافت کاری هم. یه اتاق میخوام یه اتاق بده ما بریم کپ مرگمون رو بذاریم. شغلت چیه؟ کار آزاد میکنم، خرید و فروش میکنیم. یه بخور نمیری داریم آج آقا. قیافت خیلی آشناست. حالا دیگه تو از این طاهریای پامنار نیستی؟ آقا من اهل هیچ جایی نیستم. ما تو هیچ محلی فامیل آشنا نداریم. ما خودمونیم و خودمون. اصلا فامیلی من را پرشه است. شما شنیدی تا حالا پرشه؟ بابا یه اتاق بده بهمون. پرشه است. هیچ جا ما آشنا نداریم. پرشه؟ بله پرشه. حاج آقا پرشه؟ حاج آقا پرشه؟ تو پسر حاج آقا پرشه هستی؟ آقا پرشه کیه بابا؟ میگم پرشه حاجی میشه مگه؟ اصلا فامیلی مگه از پرشه؟ اسم بابا جاوید نبود؟ بابا این تو هستی آقا همه چی من اسم بابا جاویده. میگم این تو هست هر چی هست نگاه کن دیگه بابا. چه میدونم میبینم. بفرمایید. بله اینو نگاه کن جاوید پرشه. بابا اول دیدی بعد میگی؟ اینو جاوید پرشه. بابا تو پسر حاج آقا پرشه ای قربونه دارم. چرا اینجوری میکنی حاجیه؟ توف تو شرفت بگ تو. ما یک بوی خورده اومدیم جای اتاق اونه دارید خجالت میکشید. بابا اصلا من نمیفهمم شما چه بوده که من میشناختم اگه کاخ نشین بودن جای تعجب داشت. حاج آقا چی میگی من نمیفهم. ببخشی اذیتت کردم ناراحتت کردم. شما گم میرم یه جا دیگه پیدا کنم. نه بگو که تو پسر حاج آقا پرشه هستی. حاج آقا پرشه کیه؟ من اصلا نمیشناسم. چه میفهمم شما بابا تو رو خدا بگو پسر حاج آقا پرشه هستی. بگو دیگه تمام چی شو حاجی چی شو نوکرتم چی شو قرص کجاست؟ یه لحظه اینجا وایسا کجاست؟ این پشته اینه بله بیا بزن چند تا بدم بزن سب بزن زیر زبون کسک من دیگه بابا یه قربونت من هستم پسر حاجی پرشه من. آره پسر حاجی پرشه چون اومدم با تو خونه خجالت کشیدم به خدا. پسر حاجی آقا پرشه قربونت برم. ای قربونت خوردم پسر حاجی آقا پرشه سگ درود بک داشت. آره پسر حاجی هم نوکرتم جوان
Check it.